بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام خدمت معاون صاحب، استادای بزرگوار و شما محصلین بسیار بسیار عزیز و محترم، یک جان سپاس از تشریف آوریتان. خوشحال هستم که در خدمت قرار دارم. انشالله که بتانیم یک سمینار خوب داشته باشیم. پیش از شروع سمینار میخوایم به یک موضوع اشاره کنم که متاسفانه در وطن ما بسیار زیاد است و او توهم دانایی است. یک چیزی ما در اصطلاحات طبی داریم، دکتر صاحبا در جریان هستن، دیلوژن برش میگن. دیلوژن چیزی که نیست ما تو فکر میکنیم. متاسفانه ما افغانا زیاد ما به این نتیجه رسیدیم که کل چیز خود ما میفهمیم. وقتی برشان گفته میشه که یک موضوع صحبت میشه، این چیزها را خود کلش میفهم. در کجا جیبم است؟ کدام جیبت؟ او جیبم ولد خانه مانده. خب مثلا اگر بگوی تو همین چیزها را میفهمی بگو، اینجا یک گپی است که باید ما سر خود فکر کنیم. بدترین حالت تو است که انسان فکر کنه بی‌نیاز از آموختن شده، کل چیز فهمیده. به هر صورت به خاطر که کمی ما و شما متوجه شیم، یک چند سوال طرح میکنم. کسی قلم و کاغذ داره یادداشت کنه، کسی که نداره در فکر خود بگیره. سوال اول، تعریف اعتماد به نفس چیست؟ پیشتان داشته باشید. دوم، اعتماد به نفس چی وقت شکل میگیره؟ در کدام سن سال؟ اگر بفهمین پیشروی جوابش هم کتان نشته کنین. سوم، اعتماد به نفس ما چرا خراب میشه؟ چهارم، اعتماد به نفس با موفقیت ما چی ارتباط داره؟ پنجم، اعتماد به نفس با نگرش ما چی ارتباط داره؟ ششم، راه های جور کردن اعتماد به نفس خراب شده چطور است؟ اگر همی 5-6 سوال دفعتا کلش جوابش پیشته، صحیح آمدن تو بی جای بوده. ولی اگر توی که یک محصل نخبستی هنوزی 6 سوال کلش جوابش نمیفهمی، 2-3 تایش میفهمی، اویی که ناق یک پیام میته خب معلوم دار است که یکش هم نمیفهمه. اولی اگر خواستین در ختم سمینار برین در مسنجر از زمون خیر، مثل از اونا رسوایی کامنت نشته نمیکنیم، چیز بد بگوییم. من لایک هم زدم، از هیچ کدام تان لایک نزدم. کسایی که گفته خیر بین لایک نزدم، همونایی که بعد گفتم اون رو لایک زدم، گفتم برو همین خوش باشه. والله وقتی بعد میگن من جگرخون نمیشم برای خود، بر از این جگرخون میشم که هنوز وطن برای کار زیاد نیاز داره. سعی کنین ما ناملایمت ها را که در کشور میبینیم، به جای خنده، به جای ریشخندی، یک دفعه گریه کنیم در دل خود. مثلا میمانن که یک کسی از زیر چوکی چرخکی تیر میشه، از دروازه چرخکی بلد نیست، دیگه قط خنده میکنه. ما اوج اشک میایه که این هم وطن ما را موتو یاد داده نتانستیم. مرا همیال تو در یک هتل لوکس ببریم ایران میمونم، چی رقم استفاده کنم؟ چون ندیدیم از چی بفهمم. ما باید دل بسوزانیم که یک هموطن ما در یک دوردست افتیده و موضوع هیچ نوع آموزش برش ندادیم، به جای از اینکه سر از زورش خندی کنیم. و این سوالی است که ما از خود باید بکنیم. من از کسی که در مرکز افغانستان درس میخونیم، در پانتون زمینی درس برای ما فرام شده، ما چقدر برای تعلیم تربیتی او هموطن ما که در دوردستا افتیده ما برش چقدر کار کردیم. اگه او مشکل داره ما شرم کنیم. اگه اون نمیفهم استفاده از دروازه یا استفاده از تشناب یا استفاده از هتل چطور میشه، ما بشرمیم که نتونستیم یادش بدیم. در کدام کتاب ما نشته کردیم که بیا در دروازه 5 رقم است، اینش خودش واز میشه. ما امروز اول آمده بودم ایران بود، من هنوز در زینه برقی مشکل دارم، نمیتونم برم. خب نکردیم، استفاده نکردیم، از چی بفهمم؟ بناهن این وقتی یک ناملایمت در فیسبوک دیدین دشخندی نکنین، سوال طرح کنین. این چرا تو شده؟ این در یک قریه است، او عمر خود ندیده. ما حتی نتونستیم یک دفعه منیس بچه کاکا دعوتش کنیم که بیا باید کابل، بیا یک جای 4 جای چکر برین چشمت کمی باز شوه. هر کدامت خارج سفر کردین، وقتی پس دیدید به زندگی تغییر میخوره. خو این نگرش هاست، علم است، تجربه است که انسان تغییر میده. سر به خود هیچ کدام ما یاد نداریم. با او خاطر جای بحث های علمی در وطن خالی است. هی کاش هر روز سمینارها جریان داشته باشه، علما صحبت کنن، یاد بتن، یاد بگیریم، صحبت کنیم. این بسیار مهم است. به هر صورت دوستای نازنینم، ما به بحث میرم ولی چون وقت کم میباشه کلش صحبت نمیشه، مختصرا میگذاریم. ولی باز میتونم سلایدها را در اختیارتان قرار بدم که شما بعداً بتونین خودتان یک دفعه مرورش کنین. کوشش کردیم واضح نوشته شوه که استفاده شوه. میریم سر تعریف اعتماد به نفس. اعتماد به نفس از 2 کلمه گرفته شده. اعتماد یعنی باور کردن، نفس یعنی بالای خود ما. اساس دین همی است که ما از خودشناسی شروع کنیم.
مسیرهای خداشناسی یکیش از خودشناسی شروع میشه. وقتی من خود خوب بشناسم، مثلا شما حتما شنیدین بعضی دکترها در وقت تحقیق بالای بدن انسان به خدا پی برده. وقتی شما یک چشم میخونین که میلیون ها حجره اینجاست که نور شدید ببینه، نور خفیف ببینه، شبکیه چطوری، خب میفهمی اینجا یک عظمتی به کار رفته. وقتی تو این مغز میخونی خود به خود به یک عظمت پی میبری. بناهن اعتماد به نفس مغایرت با موضوع دینی ما نداره. اعتماد به نفس ما در راستای توکل کردن به خداوند متعال است. ولی خداوند متعال برای ما گفته است شما حرکت از ما برکت. سر به خود که نمیشم. من که هنوز خود باور نداشته باشم، من هیچ کار نمیکنم. من مثلا باور نداشته باشم من دکتر شدم میتونم، خب من درس نمیخونم. بسیار کسایی بود شما آمدین طب خواندین بچه کاکایتان نخوند. چرا؟ او سر خودی باور نداشت، طب خوش داشت ولی سر خودی باور نداشت که میتونه طب بخونه. ولی توی باور سر خود پیدا کردی، آمدی امروز بخیر فارغ میشی. بناهن اگر تا سر توانایی خود، توانایی که خداوند متعال بر ما داده، با اون ما باور کرده نتونیم، هیچ گامی را پیش برده نمیتونیم. اعتماد به نفس اگر تعریف کنیم تو تعریف میکنیم دانایی، توانایی و مهارت انجام کارها. یعنی کسی که به این باور است که من دانایی یک موضوع را دارم، بعدش توانایی از او را دارم و مهارتش دارم، اعتماد به نفس مثبت داره، پوزیتیو سلف کانفیدنس داره. اول خب باید اشاره کنم دو موضوع از هم متفاوت است. وقتی ما میگیم اعتماد به نفس، بعضیا فکر میکنه که گپ در زیر تاثیر رفتن سخنرانی است. نه، او یک موضوع دیگه است، عزت نفس یا سلف استیم است. این که ما زیر تاثیر میریم، رنگ ما تغییر میکنه، عرق میکنیم، لرزه میکنیم، گپ ما خفک میشه، سر استیج آمدن نمیتونیم، ضربان قلب ما زیاد میشه، او عزت نفس است. اعتماد به نفس باور ما در انجام کارهاست. بعضی هیچ اعتماد به نفس، عزت نفس نداره، آدم خجالتی است ولی پشت یک کمتر چنان کار میکنه که ایران بانی بنان کار خود انجام داده میتونه. وقتی بحث از اعتماد به نفس میکنیم یعنی من چقدر کارها را باور دارم که انجام داده میتونم، توانایی رسیدن به هدفهای خود دارم یا ندارم. اگر باور من است که من توانایی رسیدن به اهداف خود دارم، من انسان خوب شده میتونم، من دکتر شده میتونم، من وطن خود ساخته میتونم، اعتماد به نفس دارم. اگر این ندارم، متاسفانه اگر بگویم که ما زیاد ما اعتماد به نفس نداریم، قبول نمیکنین. مثلا در قسمت ساختن وطن، وقتی گپ از وطن نه این وطن جور شدنی نیست، برو دکتر صاحب تو هم خدا بکش چی خود دیوانه میکنی، با ما و تو که ساخته نمیشه. اینی بدترین باور است که از بم اتم کده خطرناک است. بم اتم در کشور بیفته یک روزی پس مثل ژاپن خود جور میکنه، ولی این باور خطرناک است که در ذهن مردمش بندازی که وطن جور شدنی نیست. و متاسفانه ذهن موتور از اتم کده زیاد بمبارد کرده. کل افغانا را پرسان که نه والله وطن ساخت، چرا ساخته شدنی نیست؟ آدم هستیم، مغز داریم، جسم داریم، وطن هم کل چیز داره. این تو معادن داره که از نفت عرب کده ارزشش زیاد است. کمات از امو گوسفندای شکمپر که برنج پخته از امو هم خورده بری بس. اما چی است؟ اما عقلش به کار نمیبریم، باور شکسته میگیم نه وطن ساخته نمیشه. با یک گل دکتر صاحب بهار میشه، بلکه چطور نمیشه؟ تو یک گل شد دیگه گلم سونو تو رنگ گرفته میره، اما تو هم میگی نمیشه، ما میگم نمیشه، ما اون صاحب این کل ما بریم خیرخانه بشینیم. این خدای حل نیست. بنانای ما توانایی رسیدن به اهداف خود دارم یا ندارم. وقتی صحبت میکنم منتظر راه حل نشین، شاید نرسیم، ولی همینجا که میگم هر گپی را میگم خودش راه حل داره. یعنی از امروز باورت اصلاح کو، چرا نداریم ما تو به هدف خود رسیده میتونیم. صحیح، اینم یک راه حل است. خواسته و احتیاج خود. بنان اعتماد به نفس دو نوع است. گفتم میشه کل انسان ها اعتماد به نفس داره، فقط فرقی است، بعضیا پوزیتیو سلف کانفیدنس داره، بعضی نگاتیو. پوزیتیو به این معنی است من میدانم و میتونم، یک هم دانایی دارم هم توانایی انجام کار دارم. مثلا امروز خودت درس میخونی، صبح بخیر جراح میشی، صبح مریض معاینه میتونی، صدای قلب تشخیص میتونی. و منفیشی است، نمیدانم نمیتونم، نمیتونم نمیفهمم در موردش، یا با وجودی که میفهمم نمیتونم. مثلا بعضی هاست فرض مثال از موتر فوبیا داره نمیتونن، با وجودی که برش یادم میتیشترنگ از یک اکسلراتور بازم جرئت نمیکنه پشت جلو موتر بشینه. یعنی در این قسمت اعتماد به نفس نداره. هر چقدر در زندگی ما میتوانم ها زیاد باشه یعنی اعتماد به نفس ما بالاست، هر چقدر نمیتوانم ها زیاد باشه اعتماد به نفس ما پایین است. خیر از امروز یک راه حلی که لطفاً تا یک چیز برات گفت زود کرده نگو نمیتونم. چرا نمیتونی؟ تو اشرف مخلوقات هستی، تو بگویی نمیتونم دیگه چه تو بگویی؟ یک کمی نمیتونم بگویی مغز کل دروازه را قلف میکنه، میگه خود تو نمیتونی. یادتان باشه مغز ما اینطوریست خوش باشه ما فعال باشیم. مغز متاسفانه تنبلی را خوش داره. مغز خوش داره میگه یادم است که چه احمق است، مرا در فرق خونده چکر داده رئیس هیچ از ما استفاده نمیکنه.
از این مغز استفاده کن. من یک باور است، میگم در دنیا شاید یک سوال از ما باشه که از مغز چه استفاده. شما حتما شنیدین میگم مغز یک انسان 8 قسمت کنی. یک پروفسوری پوهاندی آخرین درجه علمی است که دیگه وقتی کسی میگه من پروفسور قلب هستم، یعنی در قلبی چی نمانده یادم نفهمه. کل مقاله را خوانده، نوشته کرده، کتاب 10 جلد کتاب نوشته کرده. اینموت یک آدم از 8 مثل یک سی مغز خود مصرف کرده. 7 سی از اون بیکار است. از موضوع چه قش بیکار باشه. اینا در دنیا بری بگی اینم قرار که استفاده کردی جنت میمونیم، باقیش پرت در دوزخ. تو خیر استفاده نکردی. و این یک سوال است. اینقدر 2 کیلوگرم مغز داریم هیچ استفادهش نمیکنیم. میگه مغز فروشی جور کرده بودن در خارج، مغز امریکایی $150، چینایی $120، ژاپنی $100، افغانی $1000. هی کلگی چی حال است این افغانای مغزشان؟ گفت نکو بیادر که از یا گریزبند است، هیچ استفاده نکرده. بنابراین یک گپمی است که ما از این مغز خود درست بتانیم استفاده کنیم، از این کار بکشیم. لطفاً زود در کار نگوین که نه من نمیتونم. گپ غلط است. شما میفهمین از نظر روانشناسی برای انسان ها کل صفات های انسان که جمع کردن حدود 200 صفت است. صفات خوب بد انسان کل مجموعاً امی صفات انسان از 200 تا خارج نیست. در بین کل از 200 تا مهمترینش اطمینان است که چقدر سر خود اطمینان داری، سر زندگی اطمینان داری، سر خدا اطمینان داری، سر آینده اطمینان داری. اگه اطمینان نداری کل چیز از پیشت خراب میشه. و بس امروز ما سرمی است وقتی ما از اعتماد به نفس گپ میزنیم که تو به یک اطمینان برسی. با کدام اطمینان؟ اول که خودم توانایی برآورده شدن نیازهای خود دارم، ضروری نیست من خارجی بیا وطن موتور جور کنه. خوینمی اعتماد به نفس کلی از این ملت خراب است که همیشه ششتیم کی بیا وطن ما رو جور کنه. مردم خود دیوانه نیست بیا وطن تو رو جور کنه. نازنینم تویی که از خود نمیکنی دیگه بیا دیگه میای بله لیتیوم تا میبره، یورانیوم تا میبره، طلای تا میبره، زمرد تا میبره، خوبترین انار دستچین تا میبره، هر چیز تا میبره. جور میکنه کمی کرفت رو پس مشکنانه زیاد شه. وطن اگه خودت نسازی بیگانه برات نمیسازه. بنانی اطمینان اول سر توانایی خود ما، بعدش سر یاری خداوند متعال که ما را حمایت میکنه. خودش گفته کسی که ایمان بیاره من از او دفاع میکنم. تو ایمان ناوردی. خودش گفته توکل کنیم از تو کفایت میکنم. خیر ما تو سر ایمان خود باید شک کنیم که باور نداریم. بعدش سر مردم باور داشته باشیم. مردم خوب است. ما کلی را بد فکر میکنیم غیر خود. ما فکر میکنیم خوب دنیا ما هستیم، دیگه کل مردم در جان بزن و فریبکار است. اینطور نیست. و سر آینده اطمینان داشته باشیم که یک آینده خوب جور میتونیم. این باور شکسته ما فکر میکنیم نه هیچ آینده ما خوب نیست، جور نمیشه. چرا نمیشه؟ یک معدن آجیگه که خدا بتونیم مدیریت کنیم کل ما رو نان میده. مثل عینک خوبان صدها دیگه. لیتیوم که شما میفهمین امروز کلی تلفن‌های در دستان از بودن لیتیوم کار نمیکنه و ما از هر جای دنیا که زیاد داریم. فقط باور ما شکسته است که ما این وطن جور کرده نمیتونیم. من صفات کسایی را براتون میگم که اعتماد به نفس مثبت دارن. ببینین چند تاش در وجودتان است. اونایی که نیست نگویی وای را ندارم. خیر از امروز امور تمرین کو. خصوصیت خداوند متعال بر ما داده با تمرین کردن اسلام میشه. ما و شما یک روز راه رفتن یاد نداشتیم، امروز شکر راه میریم. یک روز الف ب یاد نداشتیم، نان پپا میگفتیم، ولی امروز شکر کل چیز جور شده. با تمرین کردن این صفاتم جور میشه. اولین گپی است که آدمی که اعتماد به نفس داره دنیا رو یک گلستان میبینه. دنیا به نظرش خوب است که بعضی خارها گل داره. بله مردم خوب است، یگام تا آدمای بد پیدا میشه. اگه احتیاط کنیم خار ما را آسیب زدن نمیتونه. اگه ما متوجه زندگی خود باشیم، ما دانش خود بلند ببریم، ما خدا انسان آگاه بسازیم، کسی بر ما صدمه نمیرسونه. اما کسی که اعتماد به نفسش منفی است چیمونا دنیا رو خارستان میبینه، یگام تا گل در بینش است. یعنی تا کتش گپ میزنه نه مردم چندان مردم نیست، شرایط جور شدنی نیست، کلی بد است. وقتی میبینین یک کسی کل چیز بد دیده میره بفهمن اعتماد به نفسش منفی است. و اگه خدای ناخواسته خودت هم ذهنک مبارکت خراب شده ایر اصلاح بسازه. عیف نکرده که تو اینجا کل چیز بد ببینی. ما و شما افغانا عادت داریم الله خانه را صافی کو، الله کلکین صافی کو، الله جمعه آمد خانه تکانی سالید. اما یک روز نمیکنیم یک ذهن تکانی کنیم. جایی که به صافی و پاککاری کار داره مغز ماست. شیشای ما سعیست پاک است، اما بوی مغز ما برآمده. تعفن مغز ما پاکش نمیکنیم. جایی را که باید پاککاری کنیم، جایی را که باید مرداریایش پاک کنیم. اون مرداریا چی است در ذهن ما؟ کینه نداریم، دشمنی نداریم، تقلب نمی کنیم، دروغ نمیگیم، وقتی اینی چیزا حسد نمی کنیم، بخیلی نمی کنیم. اگر میکنیم خیر اینا را قرار است پاک کنیم. خانه ما خیر کونه باشه، ولی بد وقتی است که ذهن ما کونه باشه، وقتی ذهن ما منفی باشه. این بسیار بد است.
دومین باور، کسی که اعتماد به نفس مثبت داره انتظار زیبایی را از دنیا داره، انتظار خوبی را داره، میگه خوب میشه، انتظار دوستی و صداقت داره، مهربانی و لطافت و وفاداری را داره، میگه مردم خوب است، مردم وفادار است، زندگی خوب میشه. اما کسی که اعتماد به نفسش منفی است کل از این برعکس است، دنیا را زشت میبینه، منتظر بدیاست، فکر میکنه هر روز بد شده میره. نصف مریضای معاینه خانی ما کیا است؟ از ترس و وحشت آینده که حالا صبح چطور خواهد شد، حالا یک سال بعد چطور خواهد شد. تو خواهر گل مو برادر، خدا نداری؟ خداوند متعال هست. ما تو قرار است امروز خوب زندگی کنیم. مشکل ما و شما افغانایی است که ذهن ما در حال نیست. ذهن ما یا آینده است یا در گذشته و این بدبختی است. پیش بودا میگه اما کسایی که در وقت بود که شاو اینا آمدن، هر کس از کرامات خود گپ میزد. یک گفت من سر او را میرم، یک گفت من در هوا پرواز میکنم، هر کس کرامات میگفت. گفت تو چی کرامات داری؟ گفت من یکی از اینا رو ندارم، من فقط در حال زندگی میکنم. وقتی نان میخورم تنها نان میخورم، وقتی درس میخونم تنها درس میخونم، وقتی دستون فستم تنها دستون فستم. کلش قبول کرد، گفت بله کرامت تو از کل ما کده بالاست. این بسیار مهم است در زندگی که ما در لحظه در اونجا باشیم. ما چی میکنیم؟ دستون درسی فکر ما در خانه است، در خانه هستیم فکر ما در چکر است، در چکر میریم اونجا رنج میبریم، پس ال امتحان چطور میشه. این جای دمو جایی که باید باشیم نیستیم. ما قرار زندگی است که امروز خوب زندگی کنیم. امی لحظه که اینجا هستیم کل فکرها را الا بتیم. ما فعلا اینجا هستیم، از این لحظه باید خوب استفاده کنیم. ما کل تمرکز خود کنم که چی بگویم و تو کل تمرکز که چی بگیری برداشت کنی. ولی اگر ما شروع کنیم اولی فکر پریروز کنم کلمات از یادم میره، تو امالی فکر دیروز و آینده تا کنی گپ مرا خوب شنیده نمیتونی. به می خاطر از درس یاد نمیگیریم. مغز ما اینقدر نام خدا کلان است ولی درس یاد نمیگیریم. چرا؟ چون تمرکز نداریم. چون وقتی استاد درس میته ما فکر ما یک جای دیگه است. بنابراین ما قرار است در لحظه زندگی کنیم. امروز اگر خوب زندگی کنم خدا به خدا بسپارم، معلوم دار است آینده خوب میشه. ولی وحشت آینده امروز مرا از پیش میگیره و هیچ فایده ما ازش کردن نمیتونیم. برعکس مریض هم میشیم، به دوا و نسخه هم ضرورت نیست. کسی که اعتماد به نفس مثبت داره احساس خوب از زندگی داره. اما کسی که اعتماد به نفسش منفی است احساس بد از زندگی. مثلا دو نفر تو پرسان کنی بگی زندگی چطوره؟ میگه شکر خداست، صبح نماز یک خدا خواندم، کتاب مرور کردم، اومدم پانتو شکر پانتونک ما از درس میخونیم. با فهم اعتماد به نفسش مثبت است. ولی از این آدم‌ها تو کم پیدا میکنی. اگه بگی که بیا سمینار اعتماد به نفس است، پس کی روانی را این کل عقلش در جیب خود ماست. تو الگ عقل تعریفش بفهمی یک جیب بله جیب بلد هستی. اما اگه یک صنفی تا پرسان میکنی که زیاد است از حالت که چطور است، والا گم که باز کی بیای صبح میشه خاک در سر ما، پاسپورتام بند است که بریم، بافهم که اعتماد به نفسش منفی است، بافهم که خراب است. احساس غم داره، احساس پریشانی داره. کسی که اعتماد به نفس مثبت داره پیش فرض به خوبی انسان ها داره. مثلا انسان ها را که میبینه، گوش کنیم، ما 4 رقم حالت داریم. حالت اولی است که میگه ما بد هستیم دیگران بد است، ما چندان چیزی نیستم دیگران چیزی نیست، دیده جان بزن است، دشمنی است. حالت دوم من خوب هستم دیگه بد است، خود دیگه بد. سوم من بد هستم دیگه خوب است که زیر تاثیر میریم. اما رابطه خوبی است، ما هم خوب هستم دیگران خوب است. وقتی من فرض به خوبی خود و خوبی تو میگیرم نتیجه خوب میباشه. ما که اینجا استاده شدیم، اول باور دارم خودم خوب هستم، دوم شکر شما خوب هستین. من راحت گپ میزنم، یک جای اشتباه شد که شد تو به بزرگواری یا نادیده میگیری یا تنها اسلام میکنی یا اینجا با محبت دست بالا میکنی، استاد اینجا اشتباه شد. ولی اگر من فکرم به این باشه که نه تو فنگایت ماشکدگی است که یک کلمه من بس پیش و دم فایر میکنی، خب من اینجا میلرسم نمیتونم. اگر من بدی اگر فکر از این کنم که تو در ذهنت مرداو زده راستی بد فکر کرده راستی، حالم خراب میشه. بنابراین اگر میخوایم اعتماد به نفس ما مثبت باشه، انسانای دیگر هم خوب بدانیم و انسان ها خوب هستن. انسان ها همیشه کوشش میکنه خوبترین. مثلا اینجا یک دوستان که میامید 2 تا نطاق آمد میخواه بهترین مثلا گپ خدا بزنه. یک کسی کوشش میکنه بهترین استادت میاد بهترین درس خدا میخواه بده. وقتی یک کسی کوشش میکنه خوب باشه، ما چرا بیش فرض برای بدیش داشته باشیم؟ با این حال شما ببینین ما ملت ما چقدر برای سمینار ضرورت داره، ولی وقتی بگویی علاقه نمیگیرن. ای کاش امروز اینمی برای هر فرد خانش میرسید، یک کمی خود تفکر ایجاد میشد. امیال خانه ما و شما دشمنی نیست. برو بیشکت مادرت از زن کاکا شکایت داره، از همه شکایت داره. یک رقم یک پشت دیگه افتیدیم در یک خانه نان پیدا میشه، یکی که نان پیدا میشه که غم خورده میشه.
سر دسترخوان چند روز به خوبی افغانان نان میخوریم. تو میشنی و بچه چرا تو شد؟ اوه بانم آقا دروازه رو تو دی برو، پدر رو برو، نانم تو میمونه. چرا؟ چون نیاز برای شنیدن داریم، نمیشنویم، نمیخوایم اصلاح کنیم. کسی که اعتماد به نفس داره وقتی زمین میخوره ولی پس استاده میشه. اما کسی که اعتماد به نفس نداره دو حالت داره، یا اونقدر محتاط است که زمین نمیفته، یا که زمین افتاد پس استاده نمیشه. یادتان باشه اگر شما کسی رو شنیدین که گفت ما هیچ شکست نخوردیم در زندگی، فکر نکنین بسیار آدم قهرمان رو بشو شدیم. مثال براتون بدم، اگر من این طوری را برم من در عمر نمیفتم، هیچ نمیفتم، ولی پیشرفتم کده نمیتونم. ما وقتی میفتم که میدوام، ولی امکان افتادن در دویدن است، ولی سرعت میگیرم. مثلا ما همیشه در سمینارهای خود گفتیم میفهمین ما تا بالی هیچ مسابقه فوتبال نباختیم، یک گل هم نخوردیم هیچ در عمر خود. علت چیست که در میدان فوتبال نرفتیم. من معلوم دار از فوتبال نمیبازم، این چی افتخار داره؟ از ما که در تنبلترین فوتبالکارم خوب لایق است، ما تا بالی تو بیت نزدیم. خب وقتی یک کار نکنیم، اگه کسی ردی میگه ما هیچ شکست نخوردیم، بفهم هیچ کار نکرده. انسان های شکست میخوره که کار میکنن. ما خیر صدایم بلند است میرسه بدون مایک، تا بالی هم بی مایک میشنیدین، همه احساس داشتین. بناهن وقتی که ما اعتماد به نفس میگیم یک سرعت گرفتن در زندگی است. اگه تو ترسو باشین، یک کسی از قریه تیر میشد، در قریه در قبران نشته بود مرحوم فلانی در عمر 10 سالگی فوت کرد، مرحومه فلانی 8 سالگی فوت کرد، هیچ کس از 10 سال زیاد نبود. این گفت چی رقم است قبر طفلایشان است چطور؟ رفت پالی دید در قریه دیگه قبرستان نبود، برای سوال پیدا شد که به خدای کجاست. رفت پیش مردم قریه گفت و بیادر همین کلانایتان کجا دفن میکنی؟ گفت اینم اینجا. گفت اینجا خب کل 10 سال 8 سال چرا چی با آمده که جدا خوردی میمری؟ گفت نه، ما به آثار سن سال جنتری سنجش نمیکنیم، ما به اساس مفیدیت از این شخص سنجش میکنیم. این مرحوم فلانی که 10 سال میبینی 90 سال زنده بود، اما موثریت از این در قریه ما به اندازه 10 سال بود. این که 8 سال نشستی 100 سال زنده بود، اما کاری که در قریه کرده به اندازه 8 سال بود. ما و تو چند سال زنده میباشیم؟ ما و تو چند سال؟ خود ما همین مثلا در 20 سالی که هستیم یک دفعه موثریت خود ببینیم در قریه ما، در منطقه ما، در کشور ما چند سال مثلا زندگی کردیم، چقدر عرض زندگی ما چقدر. بعضیا دوستای نازنین طول عمرش کم است اما چنان عریض زندگی کرده که در عمق تاریخ جای داره. مثلا این لوحی که شما بالای بامتان میبینید چند سال زندگی کرده باشد پیر روخان؟ چند سال، ولی عمر دیگه نامش هست. چرا؟ عرض زندگی زیاد بوده، مؤثر زندگی کرده. ما چی میکنیم؟ 100 سال هستیم یک چیزی هستیم که مردم دعا کرده میره. این مثل از امو که در بغداد یک مستجاب دعا آمد، ابن حجاج آدم بسیار ظالم بود، گفت یک دعا خب حقم کو؟ گفت خدای جانش بستان. گفتی چه دعای خیر است که تو کردی؟ گفت تا بیادر آنقدر ظلم کرده رایستی که بهترین دعاست که هم مردم از شرط آرام شوه هم گناهی تو همینجا توقف کنه. بعضی ما چنان بد زندگی میکنیم که خوبترین دعا برای ما است که خدای جانش بستان. سرازی باید فکر کنیم که ما روزانه چقدر میتونیم مهربان باشیم یا خوب باشیم یا خوب برخورد کنیم. بناهن آدمی که اعتماد به نفس داره زمین میفته ولی در زمین نمیمونه، پس خودم میتکنه، ایستاده میشه، عیبای خودم پیدا میکنه، من چرا در زمین افتیدم، اونا رو اصلاح میکنه، درست دوباره حرکت میکنه. مثل توپ افوس میباشه، هرچی قویتر میخوره قویتر پرواز میکنه. هنر زندگی دیگه نیست که ما هیچ وقت نفتیم، این ترس زندگی است. هنر زندگی دیگه است که بعد از افتادن دوباره ایستاده شویم. انسانای بزرگ شکستای بزرگ خوردن. هیچ انسان بزرگ تاریخ نیست که شکست نخورده باشه، سختی ندیده باشه، رنج ندیده باشه، فشار ندیده باشه، ولی ناامید نشده، ولی دوباره ایستاده شده. این اساس زندگی است. موضوع دیگه، امنیت و آرامش. کسی که اعتماد به نفس داره آرام است، از درون آرام است، توکل خود به خدا کرده، امروز خوب زندگی میکنه، برای آینده خود هدف داره، از گذشته یاد گرفته. اما کسی که اعتماد به نفس نداره نارام است. خودت یک دفعه بررسی که تو آدم آرام است یا نارام. اگه تشویشیستی، اگه دلت میخوری، حالا چطور خواهد شد، وحشت زده است، حالا امتحان چطور میشه، حالا در چطور، اگه توریستی تو اعتماد به نفس نداری. و زیاد صنفیاتون که پارچه‌اش خراب میشه به خاطر استراب امتحان است. در خانه درس خوب یاد داره، بعد از امتحان که مبرای همون سوال یاد داره اما سر پارچه سوال از یادش رفته.
چرا؟ چون مضطرب است. و یادتان باشه استراب رنگ حافظه را خشک میکنه. 100 تا درس بخونی که تشویش فایده نمیکنه. 1 تا درس بخونی، 1 ساعت درس بخون بدون تشویش درس بخون. 100 ساعت با تشویش صفر است. بنابراین اگر از درون آرام هستی، مطمئن هستی، تو اعتماد به نفس داری. اگر نارام هستی نداری. موضوع دیگه با ثبات و قرار بودن. کسی که اعتماد به نفس مثبت داره با ثبات است. آدم با ثبات است. اول شما در دوستیش باور دارین، سرش اعتماد دارین. دوم خودش به ثبات آینده، ثبات زندگی باور داره. ولی کسی که ناباور است، که حالا شرایط چطور میشه، حالا وار خطاست، حالا بعضی وقت از خطر که خودش خود میترسانه آسیب میزنه. خطر کلان نیست که از ترس خود خراب کرده. موضوع دیگه باور به خوبی رابطه داره. کسی که اعتماد به نفسش مثبت است. کسی که اعتماد به نفسش منفی است باور به خرابی رابطه داره. تا یک دوستی که می باشه ای همیشه علی پشتم گپ میزنه، علی رو چا میکنه، علی جنجال جور میکنه. موضوع دیگه کسی که اعتماد به نفس مثبت داره باور به توانایی خود داره. میگم من زندگی خود بهتر ساخته میتونم. شما باز سوال کنین از خود اول، باز از دوستایتان که در سمینار نامده دیگه خوی جوابید پرسانش کنین که چطور است. اگه دیدی که میگه بخیر خوب نمرام گرفته میتونم، در امتحان تخصصم کامیاب شده میتونم، بخیر معاینه خانم جور میتونم، با وطنم خدمت میتونم، بفهم پر اعتماد به نفس است. اما جانب مقابل والله چطور خواهد شد؟ در این وطن چیز جور شدنی نیست. ما کای مریض دار خواهد شدیم، قواری ما به دکتر نمیمونه، خلاص برو بش. وقتی تو خودت قواری تا قبول نداری، معلوم دار است مریض سر تو باور نمیکنه. مریض پیشت میاد میگه دکتر کجاست؟